عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه عزیزان. خاطره‌ای که امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم خاطره یه تولید کننده سرامیک هست که به ما مراجعه کرد و بحثش این بودش که یا به داد من برسید یا ما کلا 2 نفریم و میخوایم کار را تعطیل کنیم. و وقتی من از محیط کارش پرسیدم به من گفتش که من توی خونه خودمون یه تیکه‌ای فرش زدیم کنار و 2 نفریم دوستیم داریم با هم کار میکنیم و یه تولیداتی هم انجام دادیم که متاسفانه بازار فروش نداره مثل خیلی از افرادی که به ما مراجعه میکنن و مشکلشون همینه. ما اونجا ازش خواهش کردیم که یه چند تا از این تولیداتش رو به ما نشان بده و در مورد اینکه تا حالا کجاها بازاریابی کرده و محصولاتش رو فروخته رو به ما بگه. و ایشون یه چند تا رو همراه خودش داشت رو آورد و رو میز گذاشت به ما نشون داد که این تولیدات من است و گفتش که خب من اینا رو تو جاهای مختلف بازاریابی کردم و نمیتونم بفروشم. اونجا ما باهاش یه چند دقیقه صحبت کردیم که کجاها بازاریابی کردی، چطور قیمت گذاری میکنی محصولاتت رو، چه کار میکنی برای پس از تولیدت، یا اصلا اصولا اول بازار رو شناسایی میکنی بعد تولید میکنی یا اول تولید میکنی مثل بسیاری از تولید کنندگان و هنرمند ما و بعد میخوای ببینی حالا اینا رو باید به کی بفروش. که خب دیدیم نه، اینم از همون دسته افرادی هستش که در واقع ابتدا تولید میکنه و بعد دنبال بازار فروشش میگرده که خب بالاخره این هم نیازمند به آموزش هست. اما اون لحظه بحث آموزش رو با این مطرح کردن محلی از اعراب نداره، به خاطر اینکه تا افراد محصول رو دستشون مونده باشه معمولا سایر نسخه ها رو از شما نمیپذیرن و بیشتر هم تو فکرشون اینه که شما داری این دلایل رو میاری چون نمیتونی بهش کمک بکنی. پس بهترین کار برای یک فردی که میخواد به این افراد کمک بکنه اینه که اول حل مشکل موقتش رو انجام بده و بعد بیاد یک کارهای میان مدت و بلند مدت رو براش برنامه ریزی کنه. به نظر من تا اون کوتاه مدت انجام نشه مابقی پذیرش این افراد هم معمولا انجام نمیشه و یا حالا به ندرت یه فردی خطای خودش رو میپذیره و میگه آره من اینا رو مشکل داشتم و حالا تو بگو چه کار کنم و من دوباره از صفر شروع کنم. خب معمولا چون این افراد هم سرمایه هاشون درگیره احساس میکنن که شماها به عنوان یک هیته امنی در خودتون دارید و شما تو اون هیته امن نشستید و یه فرد دارید نصیحت میکنید. جوانهای امروزی ما هم که ما هم همه خودمون هم جزئی ازش هستیم معمولا خیلی با حوزه نصیحت و اینجور چیزا خیلی میانه ای نداریم و اونجا ما بحثمون این بود که بیایم روی محصولاتش و یه راهکار کوتاه مدتی رو بهش بدیم. من خاطرم از وقتی که این محصولات رو چید روی میز و خواستیم با هم در مورد محصولاتش صحبت کنیم، یکی از لیوانایی بودش که یه لیوان در واقع سرامیکی کوچیکی بود که من بهش گفتم که حالا این لیوان چنده و مثلا فرض کنیم گفت الان خاطرم نیست ولی فکر میکنم مثلا گفت 10,000 تومان و من بهش گفتم که خب این لیوان به نظر من یه لیوان زیبایی نیست، این مثلا مخصوصا این رگه طلایی رو که روی لیوان قرار دادی این به نظر من خیلی مثلا فکر نمیکنم سلیقه بازاری باشه و گفتش که اتفاقا آقای دکتر این که من دور این لیوان گذاشتم این 2,000 تومان یا 3,000 تومان فقط ارزش این 10,000 تومان به همین رگه طلاییشه. بهش گفتم خب این رگه طلایی رو تو چرا گذاشتی؟ سلیقه بازار رو داشتی؟ گفت نه این سلیقه خودم. و اونجا من یه نکته بهش گفتم این من با افراد مختلفی تو حوزه‌های صنایع دستی حالا حوزه‌های مختلف که حالا بنا به کار خودم باشون صحبت میکنم یه نکته خیلی جالبی داره. من یکی از تولید کنندگان بزرگ و فروشندگان بزرگ صنایع دستی رو باهاش صحبت میکردم، یه جمله جالبی میگفت ما یه تیمی هستیم
و این کارهای خرید این صنایع دستی رو انجام میدیم. هر محصولی که با اون تیمی که تشکیل دادیم میگیم این محصول 100% میفروشه، وقتی که میره تو بازار میبینیم به مشکل برخورد کرد. هر محصولی رو که میگیم واقعا این آخه کی میخره، میره تو بازار و میبینیم فروشش بسیار خوبه. و این علتش اینه که سلیقه بازار نبایستی لزوماً با سلیقه تولید کننده یا سلیقه فروشنده یکسان باشه و تولید کننده یا فروشنده باید حواسش باشه که من باید بر اساس سلیقه بازار تعیین بکنم، نه سلیقه خودم. سلیقه خودم رو در زمانی که خودم قرار است بخرم باید مد نظر قرار بدم، نه زمانی که قرار بفروشم یا قرار تولید کنم. خب این نکته رو من از اونجا داشتم و به ایشون انتقال دادم و البته بهش هم بارها مثل خیلی از موضوعاتی که من عادت ندارم در موضوعاتی که تخصص من نیست بخوام صحبت کنم، گفتم باز هم من تو رو وصل میکنم به یک فردی که این کار است و اون بذار هم بهت کمک میکنه که این مشکل موقتت در فروش حل بشه و هم از همه مهمتر اون نیاز بازاره رو بهت میده که از اینجا به بعد چه تولید بکنی و بهت یاد میده که چطور بتونی نیاز بازار رو شناسایی کنی. خب اینا رو وصل کردیم به هم و بعد از چند روز، چون من با این افرادی که به عنوان افراد بزرگ حوزه‌های مختلفی که ما داریم حداقل توش کار میکنیم باشون ماهیانه یا 2 ماه در میون یه جلسه‌ای دارم، بعد از فکر کنم 1-2 ماه من با اون تولید کننده بزرگی که این خانم رو بهش وصل کردم صحبت کردیم و گفت ایشون خودش به من گفت من دیگه خاطرم رفته بود که ایشون رو وصل کردم. البته اون زمانی که وصل کردم یه 2-3 روز اول خیلی با هم صحبت میکردیم و ایشون به من میگفتش که آقا این کسی که شما به من اینو به من وصل کردید خیلی محصولات رو با قیمت پایینتر از من داره میخره و من خیلی سود نمیبرم و اینها. منم بهش میگفتم که تو سعی نکن اینجا در واقع بخوای سود ببری، سعی کن که اینجا در کنار این که محصولاتت رو میفروشی سعی کن بیشتر یاد بگیری، چون تو یه خلاهایی داری، مثل یکی از مهمترین خلاها خلأ شناسایی بازار هست. تو سعی کن اینها رو ازش بقاپی و در ما به ازای این که داری از اون اینها رو به دست میاری سعی کن یک حاشیه‌ای از سود خودت رو هم بهش بدی. این که خیلی بهتر از اون کلاس هایی هستش که ما در واقع کل سود خالصمون رو میریم تو کلاس ها و پرداخت میکنیم و معلوم نیست که آن چیزی که فرا میگیریم دقیقاً مرتبط با کار ما هست یا نه. به نظر من این یکی از مفیدترین نوعهای آموزش هم هست. خلاصه به جز اون چند روز اول که بعد از اونم دیگه ایشون با من تماسی نگرفت و من فکر میکردم که حرفامون نگرفته و چند وقت بعد این بنده خدای تولید کننده بزرگی که با من جلسه داشت به من گفت که راستی اون فلانی که به ما معرفی کردی دیگه به من محصول نمیده، ولی اوایل خیلی خوب با هم کار میکردیم، یکی مثلا تقریبا مثلا تو این 2 ماه خیلی خوبی رو داشتیم، ما هم خیلی حجم سفارش رو بردیم بالا و بعد دیگه ایشون دیگه ارتباطش رو با ما قطع کرد. منم تقریبا فکر میکردم که خب متاسفانه این هم مثل بقیه گلهای که توی این کسب و کارهای کوچک هم کم نیستن، میان و متاسفانه پژمرده میشن، از بین میرن این کسب و کارها و عمرشون توی ایران هم خیلی عمر پایینیه. فکر کردم اینم همونجوری شد، ولی با ناامیدی زنگ زدم بهش، گفتم چه شد؟ گفتش که والا چند باری ما تولیدات بردیم، ایشون هم به ما گفت که چه کار بکنیم و اینها. و بعد از یه در واقع چند وقتی من فهمیدم که اصلا داشتم بیراهه میرفتم. همون چیزی هم که شما به من گفتید آقا بقاپ ازش این آموزش ها رو، من سعی کردم بیشتر این کار رو بکنم، حاشیه سودم رو دادم و در عوض این دانش ها رو فرا گرفتم و بعد از مدتی محصولاتم رو بردم توی فروشگاه های مختلف و هر جا که بردم دیدم با پذیرش خیلی زیادی مواجه شده و
الانم دیگه دارم برای یه برندی رو نام برد که خیلی معروفه، گفت دارم برای اون برند همون لیوان‌ها رو میزنم و در واقع شاید بگم با 2-3 برابر قیمتی که اون زمان اونجا قرارداد بسته بودن. بهش گفتم فضای دیجیتال تو چه کار کردی؟ گفت فضای دیجیتال من هنوز حالا یه پست هایی دارم میذارم و اینا. گفتم نه، تو سعی کن، ما میتونیم تو رو به یه شبکه دیجیتال هم وصل کنیم که اون هم کنارت قرار بگیره، بهت آموزش بده، برات شبکه بزنه. و خب ایشون رو معرفی کردیم، این اتفاق پیوندم افتاد و بعد از یه چند وقتی دوستان ما در حوزه دیجیتال هم به من گفتن که ایشون 64K فالوور داره و توی برنامه‌های صدا و سیما با عنوان کارشناس میره و برای دیگران در مورد اینکه از کجا شروع کنن کسب و کارشون رو صحبت میکنه. و من دیدم که چقدر این به رسالت کاری ما میخوره. خیلی از تولید کنندگان ما با 2-3 تا کار بسیار کوچک میتونن واقعا کارکرد خودشون رو دگرگون بکنن، اما به غلط و اون تصوری که به غلط در ذهنشون وجود داره که آقا الان از هر 100 تولید کننده ما بپرسیم که بزرگترین مشکل خودت رو در چه میدانی، میگه که در این که من سرمایه ندارم. در صورتی که اگر ما راه ما غلط باشه، هزاران بار سرمایه در اختیار قرار بگیره، چون بلد نیستیم مسیر درست کدوم هست، اینها رو از بین میبریم. من فکر میکنم این تولید کننده از این جهت برای من این خاطر خیلی شیرین بود که ما هیچ نوع مشارکت سرمایه گذاری باش نداشتیم، بلکه 2 تا جلسه شاید بگم 1 ساعته، شاید اولین جلسه‌مون به 1 ساعت رسید و دومی هم در مجموع مکالماتمون که چند بار بود فکر نمی کنم به 1 ساعت هم رسیده باشه. خب یک تولید کننده و با یه اتصال درست به فرد درست، به نظر من که همه ما در کسب و کارها نیازمند به یک افراد هستیم مثل استاد راهنمای عملی در حوزه تخصصیمون هستیم که دست ما رو بگیره، کنار ما چند تا قدم برداره و بعد آروم آروم دست ما رو ول کنه و از پشت هوای ما رو داشته باشه که ما نیفتیم. این کسب و کارهای ما معمولاً در دنیا دولت پشت این سیستم هست. نمیخوام بگم تو ایران نیست، هست، اما شاید اون نگاهی رو که ما انتظار داریم دولت کنار تولید کنندگان وایسته رو شاید برای خودش این رسالت رو شاید به درست شاید به غلط قائل نیست. اما به نظر من این افراد میتوانند با این نوع از حمایت ها در واقع کسب و کار خودشون رو پایدار بکنن. این یکی از خاطرات بسیار شیرین من بوده که خب الان هم خبر دارم که تعداد تولید کنندگان هم بسیار زیاد شده که تحت پوششون هست و خیلی از افراد دیگه هم از راهنمایی‌های ایشون میتونن یک کسب کار پایداری رو داشته باشن. و ما هم نگاهمون این هستش که این الگوها خودشون میتونن در واقع الگوهایی رو به مانند خودشون بسازن، خیلی بهتر از ما. چرا؟ چون اونها در رسته خودشون خیلی بهتر شرایط تولید کنندگان همرده خودشون رو درک میکنن و من فکر میکنم که این یکی از اون کارهایی هستش که اگر تو کشور ما زیاده از حد نشر پیدا بکنه، انشالله میتونه بازتاب بسیار خوبی رو برای کشور ما داشته باشه.